مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در راستای ارتقای سطح رفاه فرهنگیان کشور با همکاری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بهداشت مهام فرتاک از طرح ملی مهرآفرین فرهنگیان رونمایی کرد. این طرح با هدف ایجاد فرصت‌های برابر برای سفر و گردشگری ویژه بیش از 1,800,000 فرهنگی شاغل و بازنشسته عضو صندوق ذخیره فرهنگیان طراحی شده است. در قالب این طرح فرهنگیان عزیز به همراه خانواده خود می توانند با پرداخت تنها 50% هزینه سفر به صورت نقدی و تسویه باقی مانده در حداکثر 11 قسط مساوی بدون هیچ گونه سود و کارمزد از خدمات اقامتی در بهترین هتل‌های 3 ستاره تاپ و 4 ستاره کشور بهره مند شوند. این تسهیلات مستقیما از حقوق فرهنگیان کسب شده و شرایطی ساده و بدون پیچیدگی برای آنها فراهم می‌کند. مقصدهای این طرح شامل شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز، کیش و بابلسر است. خدمات سفر به صورت کامل برنامه ریزی شده و شامل 3 شب و 4 روز اقامت برای خانواده‌های 3 نفره و 4 شب و 5 روز برای خانواده‌های 2 نفره خواهد بود. همچنین تمامی وعده‌های غذایی صبحانه، نهار و شام در هتل‌های ممتاز گنجانده شده است تا خانواده‌های فرهنگیان سفری بدون دغدغه را تجربه کنند. هزینه سفر برای هر خانواده عضو صندوق ذخیره فرهنگیان تنها 12 میلیون تومان است، در حالی که همین خدمات برای فرهنگیان غیر عضو با مبلغ 15 میلیون تومان ارائه می شود. این تفاوت هزینه اهمیت و مزیت عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان را نشان می دهد. به گفته علی صادقی مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان، اجرای طرح مهرآفرین گامی اساسی در مسیر ارتقای رفاه و افزایش نشاط اجتماعی خانواده‌های فرهنگیان خواهد بود. او تأکید کرد در فاز نخست این طرح ظرفیت اعزام هفتگی بیش از 800 نفر از فرهنگیان و خانواده‌هایشان به سفر فراهم شده. همچنین دکتر شکوهی رئیس هیئت مدیره مؤسسه با اشاره به تشکیل کمیته منزلت و رفاه فرهنگیان اعلام کرد حفظ حرمت، شأن و جایگاه فرهنگیان اصلی ترین وظیفه صندوق است و طرح مهرآفرین یکی از اقدامات عملی در این مسیر به شمار می‌آید. مجری این طرح شرکت اقتصاد و رفاه فرهنگیان میباشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در طرح با شماره تماس 021 433 76 تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت‌های زیر مراجعه کنید. طرح ملی مهرآفرین فرهنگیان فرصتی برای تجربه سفری آسان، امن و شایسته، هدیه‌ای به معلمان و فرهنگیانی که عمر خود را وقف تربیت نسل آینده کردند.